فقط یه شهر توی دنیاست که مغازه هویج فروشی داره که از قضا توی ایران هم هست. یعنی توی این مغازه فقط هویج میبینی، بهش هم میگن هویج کده و مردم هم میان کیلو کیلو کیسه کیسه هویج میبرن. حالا با این همه هویج چیکار میکنن؟ سرانه مصرف آب هویج توی این شهر 10 برابر بقیه کشوره. قوت قالب غذاهاشون هم هویج داره. هویج پلو، خورشت هویج، مربای هویج، سوپ هویج، خوراک مرغ با هویج و کیک هویج و حلوای هویج. دومین خوراکی مورد علاقه مردم این شهر هم بعد از هویج چاییه. این شهر همچنین معروف به شهر بیگداست. تجارت نوین ایران هم از همینجا شروع شده و اکثرا هم پول دارن. یکی از مهمترین صنایع دستیشون هم فرشه. یه زمانی توی صفویان پایتخت بوده و جالب اون زمان هم 5مین شهر بزرگ جهان محسوب می شده. یه لقب دیگه این شهر، شهر اولین هاست. اولین چایخونه، سینمای عمومی، قطار شهری، رستوران، هتل، مدرسه نوین توی این شهر وارد شده. حالا به نظرت اسم این شهر چیه؟ برام کامنت کن.